اگر میخواید سر و کارتون به دادگستری نیفته تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ضمناً توصیه میکنم تا یادتون نرفته پست را سیو کنید و واسه دوستانتون هم بفرستید تا کمکی باشه جهت اطلاع رسانی به این عزیزان. متشکرم. نکته کلیدی و مهمی که باید در تنظیم همه قراردادها بهش توجه کنید اینه که حتما استعلامات مختلفی از ادارات دولتی و دفاتر و یا سازمان ثبت اسناد املاک و حتی دادسراها و بانک‌ها دریافت کنید. داشتن کد رهگیری هم بهتون کمک میکنه که متوجه بشین یک ملک به بیش از چند نفر فروخته نشده باشه. در تنظیم قراردادها به حق فسختون توجه کنید و شروط هم مشخص باشه که اگه یه موقع مال مورد نظر معیوب بود بتونید معامله رو فسخ کنید و از حق فسختون استفاده کنید. البته به شرطی که خیارات رو از خودتون ثابت نکرده باشید. سعی کنید حتی الامکان قراردادهاتون رو به صورت رسمی تنظیم کنید که انکار و تردید نسبت بهشون پذیرفته نباشه. اگر هم قراردادهای عادی تنظیم می‌کنید به دفاتر مشاور املاک مطمئنی مراجعه کنید که قراردادهای متحدالشکل اتحادیه را داشته باشند. ضمن توضیحات بیشتر و نکات کلیدی مهمتر را داخل کپشن واسهتون آوردم که تکمیل کننده این فایله. توصیه میکنم اونها رو هم حتما مطالعه بفرمایید.